اگه میخوای زخمی رو که از خیانت یا بی‌اعتمادی قدیمی تو وجودت مونده آروم کنی، این مراقبه برای توست. سلام دوست خوبم. قبل از اینکه بریم سراغ مراقبه، میخوام فقط یه لحظه همراه من باشی و اجازه بدی ذهنت خودش رو تو این فضای امن رها کنه. تو این سری مدیتیشن ها ما قدم به قدم با الهام از نگاه‌های علمی مثل روانکاوی فروید و مدل شفاهکش الکساندر چن داریم کودک درونمون رو از زیر خاکستر دردها بیرون میکشیم. اگه هنوز مشترک کانال نیستی، شاید همین الان ناخودآگاهت بخواد این سفر رو ادامه بده. یه لمس یا کلیک ساده و ادامه راه رو با هم میریم. در این قسمت میریم سراغ یکی از عمیق‌ترین زخم‌های کودک درون. بی‌وفایی، خیانت، شکستن اعتماد یا رها شدن توسط کسی که قرار بود امن‌ترین نقطه زندگی ما باشه. در پایان این مدیتیشن تو به احساس واقعی از حضور، مراقبت و وفاداری درونی میرسی. نه فقط از دیگران، بلکه از خودت به خودت. جایی که کودک درونت برای اولین بار احساس میکنه کسی کنارش مونده، بدون شرط، بدون قضاوت. بشین یا دراز بکش. چشماتو ببند. نفس عمیق بکش و آروم رها کن. با هر دم انگار تکه‌ای از بدنت سنگینی گذشته رو کنار میذاره. با هر بازدم آرامش بیشتری رو به قلبت دعوت کن. حالا تصور کن که توی یه فضای امن، تاریک ولی آروم هستی. جایی بین خواب و بیداری، جایی بین گذشته و حال. تو اون فضا یه نور کمرنگ شکل میگیره و در دل اون نور کودک درونت ظاهر میشه. چهرهش شاید آشنا باشه، شاید یه خاطره گنگ برات تداعی کنه. یه نگاه توی چشماش بنداز، انگار داره با سکوتش بهت میگه تو کجایی؟ چرا وقتی اونها رفتن کسی کنارم نموند؟ کنارش بشین بدون عجله، فقط با حضور. فروید باور داشت که کودک تجربه خیانت رو سرکوب میکنه چون برای ذهنش غیر قابل تحمله. اون زخم دفن میشه، اما بعدها تو روابط عاشقانه، دوستانه، حتی شغلی دوباره ظاهر میشه. ولی امروز تو برگشتی تا برای اولین بار از اون کودک نپرسی چرا اینجوری شد، بلکه بپرسی الان چه کاری از دستم برمیاد. بهش بگو تو حق داشتی ناراحت باشی، حق داشتی بترسی، ولی الان من اینجام کنارت. قول میدم دیگه تنها نمونی. با هر بار گفتن این جمله انگار یه نور گرم بین قلب تو و اون کودک شکل میگیره. نوری که نماینده تعهد جدیده. نه تعهد کسی دیگه، بلکه وفاداری تو به خودت. ازش بپرس میخوای چیزی بهم بگی؟ میخوای بغلت کنم؟ بهش اجازه بده هر احساسی که داره بیان کنه. گریه، عصبانیت، خجالت یا ترس. چن میگه که وقتی به کودک درونت اجازه احساس بدی، همون لحظه شروع به شفا میکنه. تصور کن دستتو روی قلبت گذاشتی. با هر تپش به اون کودک میگی من نمیذارم دوباره اون اتفاق تکرار بشه. تو ارزشمندی. حتی اگه دیگران نمیدونستن. همزمان نفس بکش و با هر دم حس کن نور اعتماد توی بدن جریان پیدا میکنه. با هر بازدم سنگینی شک و ترس رو بیرون بده. چند لحظه فقط تو این حس بمون. حسی که انگار برای اولین بار داری به خودت اعتماد میکنی. و این بار پایه اون اعتماد خیالات نیست، بلکه حضور واقعی توئه. در کنار خودت. حالا کم کم زمانش برگردی. دست کودک رو بگیر و بهش بگو هر وقت خواستی منو صدا کن. من همیشه کنارتم.
بذار نور اون فضا کم کم محو بشه. نفس عمیق بکش. آروم چشماتو باز کن. این فقط یکی از زخم هاست. ما توی این سری یکی یکی بر میگردیم، لمس میکنیم، میبینیم و با عشق شفا میدیم. اگه این مراقبه با دلت حرف زد، مطمئن شو که قسمت‌های بعدی رو هم دنبال میکنی. و اگه فکر کردی این مراقبه میتونه به کسی کمک کنه، باش به اشتراک بذار. چون شاید همین فایل نقطه شروع ترمیم یه قلب دیگه باشه. تو لایق وفاداری هستی. اول از خودت، بعد از زندگی.